به نظرتون هالک قوی‌تره یا کاپتان آمریکا؟ یه سکان هست که خودش جوابه. بزن بریم ببینیمش. خب اگه این فیلم دیده باشین، این سکانس خودش یک جوابه. توی این سکانس هالک با یه لشکر که از خون کاپتان آمریکا به وجود اومدن داره مبارزه میکنه و همشون له میکنه. خب اینجا جواب معلومه که کاپتان آمریکا اینا ضعیفتر از هالکه، ولی خب یه شرط پیش بینی میمونه. بریم که انجامشون بدیم. و اما خب میرسیم به مقایسه این دوتا. خب از نظر جسمی و قدرتی قطعا هالک قوی تره، اما بیش از اندازه خشم داره و نمیره تمرکز کنه و فقط بلد حمله کنه و همه چیز داغون کنه و خب هیچ وقت با نقشه پیش نمیره و خب مهارتاش هم به مهارت‌های کاپتان آمریکا که یک سرباز فوق‌العاده است نمیرسه. و اما خب کاپتان آمریکا چی؟ کاپتان آمریکا نصف زور هالکو تقریبا داره. مهارتاش بیش از اندازه بالاست و یک سرباز حرفه‌ای هم هست و خب اون لحظه‌ای که سپرش میندازه و برمیگرده کلی محاسبات تو ذهنش داخل 1 ثانیه ایجاد میشه که چجوری بندازه و دوباره برگرده. از نظر هوشی هم خیلی بالاتر از هالکه و تمرکزش هم بیشتر و همیشه با نقشه پیش میره و خب به نظر شما کدوم قوی تره؟ حساب فراموش نشه. خب یه چیزی فراموش کرده بودم. داخل اونجرز پایان بازی پروفسور هالک تمرکز و خشم کمتر رو داشت و خب نمیتونیم اینا نقطه ضعف حساب کنیم و خب یه جورایی الان داره برتر میشه. تصمیم با شما. حساب و لایک فراموش نشه.